پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که گشتینگی ملی گشتینگیری را در عرصه جهانی بلند برداشتند و امروزها رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سعی و کوشش دارند که در بازی‌های آسیایی و بازی‌های المپیک گشتینگی ملی گشتینگیری ما در عرصه بازی‌های المپیک شناخته شود و تمنای آن را داریم که در تاجیکستان عزیز همیشه صلح و ثبات تنظیم و آرامی باشد و با این روز که ورزشگران تاجیکستان و ازبکستان در ناحیه زیبامنظر قبادیان قدم رنجه کردند با آنها بردباری‌ها تمنا دارند. نوروز هر یکی ما مبارک باشد هموطنان عزیز.